جمهوری تاجیکستان تحت راهبری خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در عرصه بین المللی همچون کشور تشبثکار در حل مسائل های گلوبالی از قبیل تروریسم بین المللی، اکستریمیسم، گرچه غیر قانونی مواد مخدر و دیگر مسائل های داغ روز همچون کشور پیشرفت و تشبثکار به شمار می رود و تا به امروز 5 تشبث تاجیکستان را جامعه جهانی پذیرفتند. 23 سپتامبر سال 2024 اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ضمن سخنرانی در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا پیشنهاد نمودند که توسط قطعنامه مخصوص سازمان ملل متحد 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده قبول کرده شود. پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان در آغاز سخنرانی تاکید داشتند که این نشست برای بررسی مشکلات تغییرآبی اقلیم، رفع کمبزاحتی، حفظ صحت عامه، وضع زندگانی زنان، تحصیلات فراگیر و دیگر مسائل گلوبالی باز یک امکانات مناسب فراهم آورده است. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تاکید نمودند که کشورهای عالم باید از اقدام مؤثر برای تقویت نقش اساسی سازمان ملل متحد در حل نزاع‌ها و برقرارسازی صلح و ثبات در سیاره کار بگیرند. این اقدام بار دیگر از صلح‌آفر و وحدت پرور بودن ملت تاجیک گواهی داده بهترین مژده برای تمام بشریت خواهد بود، زیرا صلح و ثبات و آرامش و آسایشتگی اساس پیشرفت، زندگی ارزنده، رشد باثبات جامعه و والاترین ارزش‌های انسانیت محسوب می‌شود. همزمان ضرور دانسته شد که سازمان ملل متحد و نهادهای آن اینچنین مؤسسه‌های بین‌المللی و منطقوی مولوی در هماهنگسازی تلاش‌های جامعه جهانی با مقصد رسیدن به رشد استوار اقدام فعالتر را عملی نمایند. جامعه جهانی آگاه است که در نتیجه تلاش‌های پیوسته پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مسائل‌های وابسته به آب و اقلیم و تحکیم امنیت عمومی بشری در روزنامه جهانی رشد مقام خاصه پیدا نموده توجه جامعه جهانی را بیشتر جلب می نماید و تا امروز مورد بررسی دقیق جامعه بشری قرار گرفته همه جانبه دستگیری یافتند. این روند را می توان گسترش فرهنگ سیاسی و پیشرفت دیپلماتی موفقانه پرزیدنت تاجیکستان عنوان نمود. در برابر توجه مخصوص به مسائل آب و اقلیم و در این سمت پیشنهاد نمودن یک چند تکلیف‌های سازنده و سری وقتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با مشکلات تامین صلح و امنیت در جهان توجه خاص ظاهر می‌نمایند و کشورهای جهان را برای رسیدن به صلح و آرامی و اقدام سازنده و مهم دعوت می‌نمایند. برقرارسازی صلح و امنیت در تاجیکستان را می‌توان از زحمت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ارزیابی نمود که نه تنها برای تاجیکان بلکه برای تمام کشورهای منطقه و جهان دستاورد مهم ارزیابی می‌گردد، زیرا امنیت و آرامش تاجیکستان با نظرداشت موقع و امکانات‌های جغرافیایی آن کفیل صلح و ثبات در منطقه و جهان محسوب می‌شود. واقعا هم بعد از آوردن صلح با استفاده از راه‌های دیپلماتی در شکل گفت و شنید و مکالمه‌ها جامعه جهانی را وادار ساخت که عقیده خود را عاید به صلح و امنیت و راه‌های به دست آوردن آن تغییر دهد. امروز فضای صلح و آسایشته و وحدت سرتاسری تاجیکان امکانی بیشتر فراهم آورده است تا جمهوری تاجیکستان برای حل مسائل گوناگون گلوبالی از قبیل مشکلات آب و اقلیم، حفظ طبیعت، مبارزه با تروریسم و افراطگرایی و امثال آنها تشبث‌های سازنده و جهانی نشان دهد. محصول زحمت‌های شایسته پیشوای ملت آن است که مملکت ما در مسیر 33 سال استقلالیت به صلح و وحدت ملی رسیده. در این مرحله قانونگذاری ملی خود را بنیاد نمود و نظام ثمرناک مقامات حاکمیت قانونگذار، اجراییه و سودی تشکیل و تکمیل یافته زمینه‌های حقوقی فعالیت آنها مستحکم کرده شد. با فرهمندی و نشاط می توان بیان نمود که این پیشنهاد مرحله نوی را در سمت تحکیم صلح جهانی آغاز بخشیده برای متحد نمودن تلاش‌های علاهیده دولت‌ها در این سمت زمینه مساعد فراهم می‌آورد. پیشنهاد پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا در همایش آینده درباره 10 ساله تحکیم صلح به خاطر نسل‌های آینده باز یک تشبث آینده ساز برای بشریت به خاطر تامین صلح می باشد. باید گفت که از این منبر بلند سازمان ملل متحد بارها پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از جامعه جهان تقاضا کردند که در صلح و رفاه با هم باشند و بر مقابل همه خطرهای جهانی معاصر مبارزه دسته‌جمعانه باید برند. حافظ محمدعلی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، شهر نیویورک ایالات متحده آمریکا، جهان‌نما.